اخیراً پارلمان تاجیکستان به جانبداری یک بسته تغییرات به قانون رأی مثبت داد. یکی از آنها تعیین جریمه برای نشر به اصطلاح اخبار ناصحیح و دروغ درباره کرونا ویروس در تاجیکستان است. این اصلاح سوالی را در بین روزنامه‌نگاران و کارشناسان دامن زد که چرا نهادهای دولتی برای پیشنهاد اطلاع نادرست در این موضوع جوابگر نمی‌شوند. همکارم میرزا خالقزاد این موضوع را پیگیری داشت و قبل از برنامه من با او صحبت کردم. نخست پرسیدم که واکنش سازمان‌ها و پایگاه‌های ژورنالیستی جهان به این تغییرات چگونه بود؟ گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریژ تعیین جریمه برای به اصطلاح نشر خبرهای ناصحیح یا دروغ درباره کرونا ویروس را در تاجیکستان محکوم کرد. ژانا کاویلیو رهبر بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی این سازمان به رادیو آزادی گفت این مجازات به آزادی اطلاع آسیب میرساند و شرح ناروشن آن میتواند برای پایمال شدن حقوق ژورنالیستان بر قصدانه استفاده شود. مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 10 ایان به کادکس جنایی و کادکس حقوق و ایراکنی ماموری تغییرات وارد کرد. در برابر تعیین جزا برای پخش اخبار غلط درباره بیماری همگیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی از 580 تا 11600 تومان جریمه مقرر کرده شد. سازمان گزارشگران بدون مرز از مقامات تاجیکستان تقاضا کرد این بند را از قانون حذف کند چون به گفتش میتواند باعث سوء استفاده از سنزور شود. در واقع وقتی که مقامات چنین اقدام میکنند آیا هدف از تعیین جریمه محدودیت آزادی بیان و یا ضربه زدن به مطبوعات مستقل نیست؟ در جلسه پارلمان شرح داده نشد که دلیل جاری کردن جریمه برای اطلاع رسانی درباره کرونا ویروس نو چیست، ولی یک نفری آگاه از مسئله گفت میخوان نشر خبرها را درباره گرفتاران و قربانیان بیماری همگیر کنترل کنند. از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس در تاجیکستان در برابر آمار رسمی فهرست الترناتیوی قربانیان کووید 19 و التهاب شش وجود دارد. اگر طبق آمار رسمی از بیماران همگیر 49 کس همگی فوتیدند، در روی خط غیر رسمی نام بیش از 400 نفر نوشته شده است. امید باباخانوف ژورنالیست تاجیک رهبری میدیا هولدینگ آزیا پلوس در مطلب پرسیده است که تا کجا وزارت بهداشت و نهادهای دیگری دولتی از روی قانون برای پهن کردن خبرهای ناصحیح و دروغین و جوابگری کشیده می شوند. در اظهارات روز 5 می نمایندگی های دیپلماتی کشورهای اروپایی نقش مهم وسایط اخبار عموم و روزنامه‌نگاران تاجیک به ویژه در مرحله پاندمی کووید 19 تاکید شده بود. حکومت تاجیکستان طی چند سال اخیر برای فشار به خبرنگاران مطبوعات مستقل بسیار تنقید میشنوند. سازمان گزارشگران بدون مرز ماه اپریل در شاخص نوی آزادی مطبوعات در جهان تاجیکستان را در میان 180 کشور در مقام 161 جای داده بود. سپاس میرزا خالقزاد بود که با ما صحبت کرد.